سوال دارم. باز یک سوال اومده است به طریق مسنجر و من سوال اومده است. اینجا گفته شده است که دومولو حقوق نکاح نکردن رو دارد اگر زن به سطر مجاهبه باشد. زن مسلمان است یعنی که زن مسلمان است لیکن سطر حجاب ندارد. دومولو گویا رد کرده است برای گذراندن نکاح کردن نکاح. یعنی دومولو چنین حقوق دارد؟ اولا اینکه این کاری خودی اون دومولو انجام داده است، کسی این کارا کرده است، دیگر این مسئولیت بر دوش خودی اون دومولو هست. ولی برای نکاح کردن تنها وظیفه دومولو این هست که اون شرط و شروط نکاح را برای اون زن شوهر میفهمونه، برای زن شوهر میفهمونه. اگر برای اون نفری که مثلا چگونه که شما گفتید به حجاب است یا سرلیچ است، اگر اون نفر مسلمان هست، این خیلی مهم است، مسلمان هست، باوری به دین دارد، مولا وظیفش برای اون توصیه کردن و دستورات شریعت رساندن است که این دستورات شریعت برای تو این هست. و دیگر این نکاح کردن، عقد نکاح بستن با اون دیگر چی؟ با اون مسائلی که اون انجام داده با اون ربط ندارد. مثلا در نکاح بین مثلا مسلمان و غیر مسلمان هم نکاح انجام می شود، ولی در اینجا دیگه مهم نیست که مولا به خاطری که اون سر لباس ندارد، نمیدونم اون باور به دین ندارد، اون نکاح رو ترک کند. یعنی اینجا فقط وظیفه نکاح در نکاح اون شرط و شروط نکاح رو، اون مسئولیت هایی که به دوش زن و مرد هست بعد از نکاح کردن، اونها رو باید مولا که اون نکاحگر برای اون زن شوهر بفهماند، شرط شروطی که باید در نظر بگیرن، مسئولیتایی که بعد از نکاح در نظر بگیرن، اینها رو برای اونها تعلیم بدهد. و اگر هم چیزی گفتن برای اون داره، تنها در دایره نصیحت و دعوت کردن برای اون میگه. اما این که مثلا این مانع شود که از برای نکاح کردن دست بکشد، این سبب شود که اون از نکاح کردن دست بکشد، دیگر این قدر مردم باید به نکاح زندگی کنن. این قدر مردم در این قدر مردم به نکاح زندگی کنن. یعنی این اگر این باز بدتر می شود، بدتر می شود. خب بله، این نکاح میکند و تنها وظیفه این مولا در اینجا چیست؟ نصیحت کردن است، از این بالا دیگر نیست. و خصوصا در مورد شرط و شروط نکاح چگونه که گفتم که باید زن بفهماند که این شرط و شروط نکاح هست، این حقوقهای شما هست بعد از نکاح و این حقوقهای شما مرد بعد از نکاح. این خیلی مهم است و نکاح اونها رو باید انجام بده. اما اینکه از این نکاح دست بکشد، این در اینجا من دلیل نمیبینم برای اینکه اون از نکاح دست بکشد. چون که اگر این مردم نکاح کردن نشوند، نتیجه چی میشود؟ یعنی که از مسئولیت اون دیگر به خود اون هست، به خود اون زن هست که مثلا مسئولیت دارد که چگونه اون انجام میدهد. دیگه مسئولیت خود اون هست و مسئولیت شوهری اون هست. دیگه اون زندگی زن و شوهری هستن و این وظیفه مولا عقد کردن اینها هست، شرط شروط نکاح برای اونها و فهماندن است و مسئولیت هایی که بعد از نکاح زن و شوهر در قبال هم دارن، اون مسئولیت ها رو برای اونها فهماندن است. یعنی که سر و لباس زن برای رد کردن نکاح سبب شده از نقطه نظر دینی، از نقطه در اونجا درک کرده نشده است و سبب شده نمیتواند. بله، نه سبب شده نمیتواند. فهمو